ویدیو اومدم بهت بگم که شیائومی 17 پرو مکس چه مشخصی داره. پس سلام به فنای گوشی، اسم من کیانه. اگه خوشت از این ویدیو اومد و رفتی ویدیو بعدی رو دیدی، حتما چنل رو ساب کن و این ویدیو رو حتما لایک کن. ببینین آیفون 17 پرو مکس واقعا نه آیفون 17 پرو مکس نه، شیائومی 17 پرو مکس واقعا یه گوشی خیلی خوبیه که یه باتری 7500 میلی آمپری داره که واقعا تو هیچ گوشی پرچمداری پیدا نمیشه و یعنی 3 تا دوربین داره که هر سه تاش 4 تا دوربین، یکی سلفی، دو تا عکس، اینا 3 تا عکس، یه دونه سلفی، اینا همشون هر کدومشون 50 مگاپیکسلن. این گوشی واقعا خیلی خوبه و قیمت خوبی هم داره، که قیمت خوبی که نه که اینجا گذاشتمش. اینم عکسش، آره اینم عکسش که و این گوشی ها، یعنی این گوشی که گوشی خوبیه واقعا، یعنی ارزش خرید بالایی داره ولی هیچ نقصی رو شیائومی نذاشته. این گوشی یه نمایشگر خیلی عجیبه پشتش داره که اینجا نشونش دوباره میخوام بدم و این نمایشگره 3 اینچه و صفحه نمایش اصلیه 7 اینچه و اون 3 اینچیه دقیقاً 68 میلیارد رنگ اصلیه که همون 7 اینچیه اونم 68 میلیارد رنگه که یه نوده جفتشون خیلی خوب میده. نمایشگر پشتش میخوام قابلیتش رو بهتون بگم. نمایشگر پشتش میتونی مثل اپل واچ فیس بذاری و کلکای ای آی بزنی، مثلا یه عکس از خودم بگیرم بزنم مثلا ای آیش، مثلا ای آی خود شیائومی برام درستش کنه، انیمیشن توریش کنه، بعد خودش میاد مثل یه فیلم توری درستش میکنه، قشنگ میذاره پشت، وقتی میزنی روش بشن که مثلا اینجوری برگشته که واقعا یه قابلیت خیلی خوبیه. دوربینش ببخشید ادامش، اون نمایشگره میتونی باهاش پیام بدی، چه میدونم تلفن جواب بدی، پیاماتو بخونی، مثلا سلفی بگیری، حتی خیلی قابلیت ها داره که واقعا خیلی اولین گوشیه که یه نمایشگر پشتش داره. بعد میریم سراغ همون مثلا تحت سخت افزارش و اینا. سخت افزار رو مثلا فیجتاش و اینا این 17 پرو مکس، یعنی کلا انگار iOS 26 اندرویدی، این چیزی خیلی خوبه و با اندروید 16 عرضه شده و یعنی از همه برندها زده جلو، یعنی هیچ نقصی نمیشه توش گرفت. اما گفتم ویدیو قبلی که اون ای بای ایر بود، گفتم که سامسونگ اول بود، شیائومی دوم، ایر سوم. کار داری میکنی؟ از آتیش بیا بیرون. کمک. اگه خواستی برو ببینش. همین چند ساعت پیش گذاشتم، این روز پیش تقریبا گذاشتمش که واقعا این 17 پرو مکس ارزش خرید داره که قیمتش هم اولی ویدیو گذاشتم و یه فیلم برداری 8K 30 فریم بر ثانیه با یه رم 16 گیگابایت و یه حافظه 256 و 512 گیگ عرضه شده که واقعا خیلی خوبه، یعنی رم 16 خیلی خوبه. اما تو رم 16 چینه، یعنی خود مال چینه، گوگل پلی نداره، این یه عیبیه که روش توجه نشد. عیب این گوشی همینه، اونم مربوط به چینه، اصلا مهم نیست و واقعا یه گوشیه که گفتم اگه دست و بالتون تنگ نیست و میخواین یه گوشی پرچم دار بخرین و پولتون به زد فولف نمیشه، برین سراغ شیائومی یا برین ایر یا مدل های 17 که خیلی گرونن، برین ایر. ایران خیلی بده گفتم ویدیو قبلی و واقعا این خیلی گوشی خوبیه و مرسی که ویدیو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.